آیا میدونستید نخست 7 شین وجود داشت و 7 سین پس از حمله اعراب به ایران به فرهنگ ما وارد شد؟ پیش از اسلام ایرانیان سفره‌ای به نام 7 شین پهن می‌کردند که شامل شمع، شراب، شهد، شیرینی، شمشاد، شربت و شقایق بوده است. پس از آمدن اسلام به ایران و حرام اعلام شدن شراب، آنها خواهر و همزاد شراب را که سرکه بود بر سر سفره قرار دادند و این گونه شین به سین تغییر پیدا کرد. در برخی از روستاها هم رسم 7 سینی برپا بوده است. آنها درون 7 سینی خوراکی‌های مختلف می‌گذاشتند و در روستا می‌گرداندند. 7 سینی هم بعدها با حذف حرف ی به صورت 7 سین درآمد. 7 برای ایرانیان باستان مقدس بوده و برای مفاهیم مثبت، خوش‌یمنی و فال نیک استفاده می‌شد. مثلا 7 رنگین کمان، 7 خان رستم در شاهنامه، 7 آسمان، 7 اقلیم، 7 روز هفته، 7 فرشته، 7 شهر عشق در عرفان و 7 پیکر. زین پس پاسداری از آیین نیاکانمان را فراموش نکنید.